بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت همه شما ورزشکاران و ورزش دوستان عزیز. امیدوارم که در این ایام ماه پرخیر و برکت همه شما جور و صحتمند و سرحال باشید. گزارش کوتاه داریم از تایم تمرینی کلپ عقاب بابا. خدمت شما عزیزان هستیم. امروز گزارش خدمت شما آمدم دقیقا یک ماه تکمیل میشه از تمرینات کلپ عقاب بابا در کابل و این هم از ویدیویی که گرفتیم از روزهای اولی جلسات تایم تمرینی کلب عقاب بابا. کلب عقاب بابا امسال تصمیم گرفتن که تمرینی داشته باشه در کابل و من زیر نظر استاد زاکر شیرزی که یک از استادای بسیار با تجربه والیبال است. چهره های جوان و نوجوان خوبی را در ترکیبی تایم تمرینات عقاب بابا داریم. جوانایی که در تیم ملی حضور دارند در این تایم تمرینی حضور اونها را داریم. به هر صورت تایم تمرینی کلب والیبال عقاب بابا با اسپانسری و با حمایت تعداد از دوستای ما در خارج از کشور حمایت میشه که اینا تانستن این تایم را برای استاد بگیرن و همچنان خود شاگردان در وقتی میایه در این تایم شرکت مونن اینام فیس پرداخت میکنه به خاطر حمایت از استاد و تایم تمرینی تا بیتانه که همه بچه ها به صورت بسیار خوب و مؤثر از تایم استفاده کنند. می رویم و با هم دیگر تماشا مونیم تایم که بچه چطور تمرین مونن و چطور از تایم استفاده مونن. انشاءالله ویدیوهای بعدی را خدمت شما عزیزان به اشتراک خواهیم گذاشت. شما میتونید که از ویدیوهای استفاده کنید رشد ورزشتان و حتما ما را حمایت کنید.
انشالله به زودی ویدیوهای دیگر از تایم تمرینی که گل خوب آوره خدمت دوستا به اشتراک خواهیم گذاشت و نکفته نمانه که اگر دوستا حمایت کنه ما رو و بیننده ویدیوها باشه و ببینیم که ویدیو ما چقدر اشتراک گذاری میکنه. شاید ویدیو از لحاظ کیفیت هم خوب نباشه، ویدیو قشنگ گرفته نشده باشه. باز ما تلاش میکنیم که در تایم های تمرینی دیگر و ویدیوهای بعدی را خدمت دوستا بهتر و خوبتر بگیم. گرچه نمیتونیم که خوب را ردیس نبریم ولی تلاش میکنیم که ویدیوی خوب را تقدیم و خیر و به سلامت. همین کسایی که نو از خدا جدا کنه ایسی به سرطان کار شود. کسایی که سابقه دار است تیار است باید شروع کنید شدیدن کار شود. مزاحمت در رسوا نکنید. سرکون تانیان رقم کار نشکنید. و باید حساب است کسی که نو آمده یک ساله و دو ساله است ایسی بیایید. نکنید امروز در اون نایادات چندین تا یادار اونجا بود از من بگی خطا کنید. نه در شوت آمد نه در پاس آمد. خودتان جدا کنید.